بسم الله الرحمن الرحیم. 1200 سال قبل انیخترش سال 192 هجری مطابق به آغاز سال 800 میلادی در شهر بخارا یک زن صالحه و یک مرد صالح به نام اسماعیل ازدواج میکنند و از کمر آنها فرزند به دنیا می آید که نامش را احمد میگذارند و بعد مدت خداوند به آنها باز یک فرزند عطا میکند که نامش را محمد نامگذاری میکنند و بعد از چند وقت شوهر این زن صالحه پدر این دو طفل وفات میکند. مدت نگذشته فرزند خرده‌اش محمد چشمانش نابینا میگردد که مصیبت بالای مصیبت بالای سر این زن می آید و بجز صبر و تحمل و بجز دعا و التجا و نماز و نیایش از این زن دیگر چیز صادر نمی شود. زن که بسیار زن صالحه بود، هر شب 3 آخر شبانه میخیست و طهارت میکرد و به نماز تهجد میپرداخت و به خداوند دعا میکرد که خداوندا این طفلک دوست رویکم را نور چشمانش را برگردان. و یکی از شبها بود که خوابش میبرد و در خوابش خود ابراهیم خلیل الله می آیند و میگویند ای زن برخیز که خداوند به فرزندت نور چشمش را برگردانیده است. و شکرانه این نعمتی که خداوند برایشان عطا کرد، هر دو فرزندش را میگیرد و به سوی خانه خداوند روانه میشوند. بعد ادای فریضه حج همراه فرزند کلانیش احمد به بخارا برمیگردند و محمد را برای طلب علم و برای دانش آموختن به آنجا میگذارد. بله، این قصه یکی از بزرگواران امام اهل حدیث محمد ابن اسماعیل بخاری مؤلف کتاب صحیح بخاری که احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم را جمع آوری کرده اند، این قصه آن کس بود چنانه که امام ابن حجر عسقلانی در مقدمه شرح صحیح بخاری مقدمه فتح الباری ذکر کرده اند. بله، نتیجه صبر و تحمل یک زن صالحه، نتیجه دعا و نیایش و نماز و تهجد این زن پارسا و صالحه، خداوند فرزندش را یکی از بزرگان، یکی از امامان اهل حدیث گردانید. بله، هر نفری که بالایش بلا و مصیبت آمده است، هر نفری که یا علل خصوص هر زنی که شوهرش را از دست داده است یا بالای فرزندش یگان بیماری یا مصیبت آمده است، اگر به سوی خداوند روی آوریم، اگر هر حاجتی که و هر نیازی که داریم از خداوند التجا کنیم و دعا کنیم، خداوند حتما هم در این دنیا و هم پاداش بزرگ برای ما و شما در آخرت عطا خواهد کرد.